دنیای کتاب درگهی نور، فرهنگ چراغ جاویدانه. گر خانه بی کتاب باشد تاریک بسد چراغ خانه. دنیای کتاب گلشنی بخت، خورشیدی بهار در زمستان. مهرش به مثال شیری مادر، هستی حیات و راحتی جان. نظیر مدزاده ابوبکر می باشم، خواننده صنف 8 ای لیسه برای خوانندگان بالای قدر و اقتصادی در شهر دوشنبه تحصیل می نمایم. می خواهم اول با داستان قشلاق طلایی شروع نمایم. نشستم دوش با مردی کهنسال، عجب مردی سخنور بود و خوشحال. بود از پامیر آن مردی خیردمند، حکایت کرد بر من شاد و خرسند. شنیدم من حکایت های او را، به نظم آورده بنوشتم در اینجا. شنیدم از پدر این داستان را، پدر بشنید از باباش آن را. ولی بابازی باباهای دیگر، شنید از این حکایت را برابر. هزاران سال گویا که از این پیش، با وقتی مردنش یک پیر دلریش. با یارانش کرده است انسان روایت، کمی از سرگذشت خود حکایت. در ایام جوانی دوستانم، که محکم بود زور و بازوانم. برای صید روزی رفته بودم، پی آهوی کوهی گشته بودم. گذشتم از بیابانها و کوهسار، مدارم رفت و افتادم چو بیمار. 2 روز و شب ندیدم راحتی خواب، دلم شد خسته و لب تشنه آب. نگه کردم که از کوهسار برفین، بسویم گشت جاری جوی زرین. دویدم جانبی وی با دلی شاد، ز رنج تشنگی تا گردم آزاد. بنوشیدم ز آبش سیر گشتم، بگرفتم از نو من شیر گشتم. ز بالا لبلبی جویبار دیدم، که آمد سیبکی سرخ دویدم. با استقبالش من بگرفتم او را، عجب خوشتم چونین سیب زیبا. مگر در چونین کوهساری برفین، چیسان پیدا شد از این سیب شیرین. مگر آبادی باشد ز آنجا، سویم شنا کرده است این سیب زیبا. چند کتاب خواندید همگی؟ اثر نثری 160 عدد، 85 عدد افسانه، 2600 بیت نظمی خواندید؟ و زیاده از 50 عدد ضرب المثل و چیستان. تشکر پسر جان. یعنی اثرهایی که از نویسندگان معاصر خوانده اتان را نام بر کنید. مکتب کهنه، احمد دیوبند، مرگ سودخور، آدینه، روایت سعودی. از عزیز افسانه ها و کتاب هایشان از بر نمودم. از همینجا شکوهی آب از کجا می آید. افسانه زیاد خواندید؟ بله، 8 نام بر کنید افسانه ها. افسانه ویرکان، افسانه ودریغ، افسانه بابای ترسونچک، افسانه گرگ نادان، افسانه شیر و روباه، افسانه روباه مکار، افسانه خروس زیرک، افسانه روباه زرین. بابای ترسونچک در یک زمانی در یک دهه یک بابایی که زندگی میکرد که از همه چیز میترسید، حتی از خانه بیرون برآمدن هم نمیخواست از ترسی زیاد. وی را مردم و زنش بسیار طعنه میکردند که تو بسیار ترسونچک هستی. و یک روز با وی ناموسش میبرد و با بیرون میبراید و در راه از پیشش یک قورباغه میبراید و قورباغه را در جیب خود انداخته راهش را دوام میدهد و از رفته از پیشش اسباب شکارکنی میبراید و اسباب شکارکنی را نیز با خود گرفته برای را دوام میدهد و بالاخره از پیشش یک دیو میبراید. وی از ترس خود را گم میکند، ولی با یادش میزند که من باید امروز نمیترسیدم و با دیو گفتگو میکنند و میگوید که من از تو زورتر هستم. و دیو که تنه خود را در زمین پرتاید و بابای ترسونچک قورباغه را با زمین پرتاید و دیو از این حیرت زده میشده باشد، میگوید این چی پهلوان باشد. و بعدا دیو دندانهای خود را با زمین پرتاید و آن بابایک اسبابی شکارکنی را با زمین میپرتاید. بابایک به خانه دیو میروند و در آنجا شب خواب میگنند و شب دیو با مادرش میگوید که ما باید این را امشب از بین ببریم که از من زورتر است. و دیو از این بابایک میفهمد و جای خواب خود یک کنده را میگذارد و دیو با گرز خود آمده چنان به جای خوابیده او میزند که کنده تیکه پاره میشود
و بعدا میبینن که بابای ترسونچک زنده است و میگویند که این بهترین است و آنها میترسند و میگریزند از اونجا. جشن‌های ملی باستانی نام بر کن. نوروز، صدا، مهرگان، تیرگان هم باید فراموش نکنیم. خوش درباره کدام از اینها شعر میدونی؟ نوروز. گوی. نوروز و نوبهار است، گل در میان خار است، غنچه دهان گشاده بلبل چی بیقرار است. نوروز و نوبهاران بر دوستان مبارک، این روزی شاد و خندان بر کودکان مبارک. تاجیکستان سرتاسر آب. ای آبکی پرجوشی روان، نزدت بیایم هر زمان، زان که توی جانی جهان، بی تو بود دنیا خزان. درباره صلح و وحدت شعر میدونی؟ بله. صلح بهار است بهار آورند، رونق و شادی و برار آورند. صلح بود شرشره جوی آب، صلح دهد حسن پر از آب و تاب. صلح چراغ رهی آینده است، صلح ز اقبال نماینده است. صلح شکرخند لبی کودکان، صلح هماهنگ دل مادران. از صبح جوانی ما پدرش بر وی نقل میکند که پسرم پشتی پدرت زمین رو دیدگی نیست. وقتی که من با امان گوشتین میگرفتم، من در اونجا پهلوان شدم و من یگان پشتیگیری نداشتم که مرا دستگیری نماید و بگوید که تو غالب میشوی و همه طرف امان بودند، چون که امان چند کرته پهلوان شده بود. و وقتی که میگوید من چند خیلی با وی گوشتین گرفتم، امان چند از من کلانتر بود، 30 سال و هم قد و بست نیست و با وی به نهایت گوشتینگیری مشکل بود و هنگامی که وی مرا برداشته با زمین زدنی میشد، من پایهایم را تیرگک کرده خودم را خلاص میکردم و همه مردم شهر امان میگفتند. من چنان زیق شده بودم که میخواستم یک کس بر من گوید که تو غالب میشوی، ولی هیچ کس نبود. در همین هنگام وقتی که قوتم به نهایت کم شده بود، قریب شکست خوردنم بود، از همونجا پدرم بر من میگوید که یک آواز شناس میبراید. پدرم بر من گفت که پسرم تو میتوانی. یک بار قوتم زیاد شد و امان را یا پیرم گفته برداشته بر زمین از میانش قپیده و زمین زدم. چیزی که شما نقل کرده استودید از قسمتی از فصل پدرم هست. با شما توصیه می شود که این کتاب رو با پررگی مطالعه کنید. این نهایت کتابی مهم است. خب از ادبیات کلاسیکی شما از کدام شاعران؟ از حافظ شیرازی، ابو عبدالله رودکی، ابو علی میسینا و غیره. از حافظ شیرازی میتونم قلص مرحمت. شب از مطریب که دل خوش باد وی را، شنیدم ناله جان سوز نی را. چو شوقم دید در ساغر می افزود، بگفتم ساقی فرخنده پی را. رهانیدی مرا از قید هستی، چو پیمودی پیاپی جام می را. حماک الله عن شر نوایب، جزاک الله فی الدارین خیرا. چو بیهود گشت حافظ کی شمارد، به یک جو ملکتی کاووس و کیرا. بسیار خوب. باز میدونید از حافظ؟ دل می رود زی دستم صاحب دلان خدای را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانیم ای بادی شورته برخیز، باشد که باز بینیم دیداری آشنا را. 10 روزه مهری گردون افسانه است و افسون، نیکی بجای یاران فرصت شمار یارا. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روز تفقد کن درویش بینوای را. حافظ به خود نپوشید این حرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. دوستا که میخواهم که از آغازش چند بیت خوانی. بود یا نبود بودگار بود، زمین نبود شدگار بود. در یک زمان در یک مکان، شاهی خلائق مار بود. ماری کلانی زور بود، بد هیبت و خون خور بود. در آن زمان در آن مکان، فرمان بردارش زنبور بود.
فرمانبرش زنبور بود. یک روز هنگامی بهار زنبور را فرمود مار بیراو ای زردی مخاو از بحر من چاشنی بیار. رو نیش زن پرنده را چرنده را فردا خبر بین ما مرا. زنبور زود پرواز کرد کارش از یک سر آغاز کرد. او نیش زد یک نیش از گومیش زد. من کلان می شوم قهرمان می شوم بر وطن خودم پاسبان می شوم. جسم من جان من تاجیکستان من گل برین در چمن بشکفد بخت من دائما در دلم محکم است این سخن. جسم من جان من تاجیکستان من. اینجا گل برین در چمن همچو گل در چمن بشکفد بخت من. باز یک شعر دیگر میخونم مؤلفش میگویی و دوام میتیم. برچه من عبدالسلام دهوتی. او برچکی مستی من بیا دوان دکرد و کور جو و علف بدستی من بیا و خور کمور کمور نیایی میدی هم بگو کی میخورد فشر فشور. اگر با آب تشنه ای بجوی دو تپر تپور شکم چهت کی سیر شد برقص آ گسور گسور. با کشتی گل دهن زنی با مثل بوز شتر شطور شنیدمان که میزنم با خیمچه ها تسر تسور. با کشت اینجا با رقص آ گسور گسور نمیشد گسر گسور. هر سحری چو آفتاب از همه پیشتر زی خواب چشم کشاده سوی من میکند این چنین خطاب. روز شده است عزیز جان خیزی درصد نمان. چند تا لطیفه از بر کرده؟ لطیفه چی لده؟ در یک اویله دو کودک به دنیا میوید. نام یکی رو چیکار داری میمونند و نام دیگر رو عقل. و یک روز هر دوی آنها کلان میشوند و عقل رو با بازار با چکه فروشی روانه کنند و چیکار داری رو با مکتب روانه کنند. و معلمه روزی اول درس بود. معلمه طلبگان رو از میپرسد نام فامیل نام نسب آنها و چیکار داری رو میخزانند و میپرسند نام تو چیست؟ میگوید چیکار داری؟ باز میپرسند ای پسر نام تو چیست؟ میگوید چیکار داری؟ ای پسر تو چه خیلی آدم هستی نام تو چیست؟ میگوید چیکار داری؟ بالاخره معلمه به غضب میآید به خانه آنها میروند و بعدا از عائله آنها میپرسد نام فرزند شما چیست؟ میگوید چیکار داری؟ و بعدا میگوید آیا شما عقل دارید؟ میگوید بله عقل داریم عقلمون در بازار چکه فروخته است. درست این یک بسیار لطیفه معمول شده است. چند چیستان بگو. بندی دراز دلربا میرود گردی دنیا آب خودش یک تا چشمش 100 تا الک از سحر تا شام سخن میگوید ولی هیچ چیز نمیخورد. رادیو ضرب المثل و مقال. مثلا نان هم نان و نان ریزه هم نان. سلامت باشید دادرم. سلام ای دوستو ای همدلو ای همدلان من. سلام ای جمع من ای شمع من هم محفلان من. منم یک پاره ای این خاک پاک این آب روشندیل. رسیدم این اگانسان پاک روشندیل به این محفل. زدم دوری بگیرد و خیش برگشتم به آغازش. خدا را شکر از نو با شما همراه و همرازم. من شریف و ربیه سهراب خانم خواننده صنف هفتم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه می باشم. سراول می خواهم برای شما از دولت سفر یک شعر قرائت نمایم. جون شیرین رو فدا کردی به ملت زنده باش. درد قسمت رو دوا کردی به ملت زنده باش. در ره حفظ وطنداری جوان بختی خدمت خود را ادا کردی به ملت زنده باش. اثرهای نثری چند تا خونده؟ 50 تا. نام برکن کنی کدام از کدام نویسنده ها هم نامی نویسنده ها
هم نام کتابش. مکتب کهنه از صدرالدین عینی، مرگ سودخور از صدرالدین عینی، پسرک و بزغاله از بهرام فیروز، تبسم گلچهره از صفیه نصیر، دیوار کندلنگ از بولتا ارتیقوف، لولچینی از پولو تولیس، از گلچهره محمدی و چهار حکایه. کدام حکایش خوندی؟ نامش بگو. غلبه ستاره. نقل کن. غلبه ستاره. روز بابا بیبی و روز بابا نبیره با هم کیش رو پولیز میکردن. در همین وقت ستاره مونیز همراه بابا یوری میدادن. ناگاه شیشه پاره به چشم ستاره زد. چشم ستاره آسیب دید. بیبی و بابا پدر و مادر همه نگران شدند و او را به بیمارستان بردند. دکتر چشم او را معالجه کرد و گفت که 10 روز چشمش را از دکان نگشاید. اما ستاره به این سخنان پدر و مادرش گوش نمیداد، زیرا او در جشن نوروزی باید برآمد میکرد و هر لحظه میخواست که چشمش را گشاید. پدر و مادر، بیبی و بابا و خواهران و برادرانش هر کاری که می توانستند کردند. برایش تحفه های زیادی خریدند، اما ستاره قبول نکرد و یک روی میکرد که میخواهم دکانم رو گیرم. وقتی که یک روز همه نگران در خانه نشسته بودند، ناگاه دوگانه ستاره آمد. مادرش واقعه را برای دوگانه شهناز نقل کرد. دوگانهش گفت شما خاله جان نگران خواطر نشوید، من حاضر علاجش رو مییابم. گفت و به نزد ستاره رفت. دوگانه جان، ما در جشن نوروزی میخواهیم که افسانه 40 راهزن رو بازی کنیم. میخواهیم که در نقش راهزن یک چشمه تو بازی کنی. ستاره این سخن رو میشنود و خیلی خرسند میشود. هر روز این نقش راهزن یک چشمه رو بازی میکند و همینطور فراموش میکند که باید دوکش رو از چشمش گیرد. بعد نقش راهزن یک چشمه رو ستاره خیلی خوب بازی میکند. همه به او تحسین و آفرین میخوانند. وقتی که دوکه رو از چشمش میگیرند او شفا یافته بود. جشن‌های ملی باستانی چند هزار ساله ما با تشبث پیشوای ملت احیا شد. خیلی کدام جشن‌ها؟ جشن نوروز، جشن سده، جشن مهرگان. یک جشن دیگر هم احیا شده؟ جشن مادران. مادران که احیا شد. بله، جشن مادران بود با احیا تر شد. تیرگان درباره نوروز شعر میدونه؟ نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغان هوا جمله بکردند پرواز، مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. از استاد عینی یک شعر خوانید. سرودی مکتب. برآمد. سحرگاه ها که بلبل در نوا شد، گل از شادی شکفت و غنچه شد. شما ای بلبلان باغ مکتب، سحرگاهان چرا خوابید هر شب؟ شما هم در نوا آید باید، که تو از باغ معنی گل کشاید. سحرگاهان گلستانی دبستان، تراوت بخش باشد چون گلستان. چرا از این گلستان گل نچینیم؟ چرا در کنج بیکاری نشینیم؟ بیایید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. به عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل معنی خار گردد. اودینا بعد از دست ارباب کمال خلاص یافتنش به کجا می رود؟ به نزد کی می رود؟ به نزد ملاهای دهه می رود و می گوید که من طول 3 سال است که در نزد ارباب کمال خدمت می کنم. من قرضم را ادا کردم و می خواهم که از غلامی او برایم. اما ملاهای دهه گپی آدینه را گوش نمی کنند، با ارباب کمال صحبت می کنند و می گویند که قرض تو حالا تمام نشده است و باید تو دوام دهی خدمت کردن را. لحظه مناظرش با سرتراش وقتی که سودخور به سرتراش خانه می درآید، از بس که مویهای خیلی دراز داشت، سرتراش خانه مویهای دراز داشت؟ مویهای
بسیار داشت. بعد او کلاهش رو از سرش میگیرد و در برش در آویزان میکند، اما با این کار ستارش خانه چی راضی نمیشه و زیرا میگوید خودش فکر میکند که کلاهش چرکین است، اما برای به غضب نیامدن مرگ سودخور میگوید که کلاهتان وزنش بسیار است. بعد از اینکه ترتارش خونه موهای مرگ سودخور را کوتاه میکند، از او میپرسد که موزم را دهید، اما سودخور میگوید که حالا وقتم نیست، من باید ساعت 10 شده است، من باید به بانک روم و وقتی چای خوری من شده است. افسانه های خلق تاجیک شما خونده اید؟ بله. ثواب نیم تنان درباره چی است؟ ثواب نیم تنان این درباره دهقان معلومات میدهد که در زمانی پیش به یک یتیم کمک میکند و همان یتیم یعنی قرضش رو ادا میکند. در وقتی که دهقان به بلا گرفتار میشود او آمده خلاص میکند رو. از بهرام فیروز شما چند حکایه خونده اید؟ پسرک و بزغاله رو مطالعه نمودم. اما حقیقتی تلخ هم میدونید؟ نه، حقیقتی خلق رو مطالعه نمودم. خب پسرک و بزغاله مرحمت. دیدار در صنف هفتم میخورد. او 4 سال باز است که گوشت نمیخورد. درباره گوشت نخوردن دیدار همه هر خیل فکر میکنند. بعضی ها میگویند که او از گوشت قیماب است، بعضی ها میگویند که او ارکگی میکند، اما در اصل این طور نیست. در اصل یک حادثه دلخراشی رخ داده است. دیدار بوزیچه داشت، 2 بوزیچه داشت، یک بوزیچه سیاهک و بوزیچه سفیدک. پدرش بوزیچه سفیدک را با مادرش به فروش میگذارد. بعد از این با بوزیچه سیاهک باز بیشتر دل میبندد دیدار. یک روز وقتی که از مکتب میآید پیری دههشان میگوید که دیدار مگر شما بوزیچه سیاهکت را میفروشی؟ دیدار چیزی نمیفهمد و میگوید که نه، بوزیچه من در خانه است. اما پیرمرد میگوید که نه، من حاضر دیدم که قصاب گرفته برد. وقتی که این سخن رو میشنود خیلی غمگین میشود و دویده به خانه قصاب میرود. راهی دراز را طی کرده میرود و میبیند که بوزیچه‌اش در تگی درخت است. هر قدر میخواد که به اون نزدیک شود اما نمیتواند، زیرا اینکه سگ در آنجا است. کمتر نزدیک شدن خواهد سگ او رو نمیماند. همین طور و گیره کرده میشنه که جمعشوی زنه که او رو میبیند و از او میپرسد که تو کیستی؟ چرا تنهای پدرت رو گم کردی؟ اما او به سخنهایش گوش نمیدهد. بعد میگوید که فقط میگوید که سیاهک، اما زن چیزی نمیفهمد. ناگاه چوپان قصاب از خانه‌اش میبرد و به نزد جمعشوی زنک میآید. جمعشوی زنک میگوید که عمک قصاب شما بوزی این بچه رو گرفتید، گریه کرده نشسته است. اما عمک قصاب جدی نمیگیرد و میگوید که این حالا کودک است، این رو پدرت به من فروخت و پولی بسیار گرفت، عوض پولی گرفتهش برای تو یگان چیزی دیگر میخرد. درباره مقدسات ملی، به مقدسات ملی ما چی ها داخل میشود؟ با مقدسات ملی ما پرچم، سرود ملی، نشان. یک شعری وطن دوستانه خوانید. شعر از یوسف جان احمدزاده. یک نفس امکان من به تاجیکستان نیست. در دل من جان من به تاجیکستان نیست. تاجیکستان جان من، پرورده شیرش کام من، هم نمک هم نان من به تاجیکستان نیست. تاجیکستان ابر من، خورش بهار سبز من، ابر من باران من به تاجیکستان نیست. تاجیکستان یاد من، اجداد من، اولاد من، دولت سامان من به تاجیکستان نیست. لالچینی از کی است؟ از پلاتالیس. خونده حکایه؟ بله. قهرمان حکایه کی است؟ هاشیم، یوسف، میرتمیر چوپان. میرتمیر چوپان. انا همین حکایه، این واقعیت در کجا میگذارد؟
дар кӯҳи муғул вақте ки ба луачнӣ мераванд аввал бо саги чӯпон дучор мешаванд. Сагро мебинанд хеле ба ваҳм меафтанд, зеро саг хеле хашмнок ба назар меомад. шуд. аввал дар назари инҳо чӯпон чӣ хел одам буд? Чӯпон як марди бадҳайбат, барои он ки ӯ вақте ки аввалин бор чӯпонро мебинад, ӯ мегӯяд ки шумо чаро кӯдаки хурд ҳастеду худатон танҳо ба лулачинӣ омадед. Ташаккур. Акун баъде ки вай мешад чӯпон ба онҳо чӣ мерасонад? вақте онҳо аз чӯпон гумонашон дига буд, локин баъди он борону баъди селу ин чиз чӯпон ба вай чӣ кор мекунад? Чӯпон ба онҳо ёрӣ мерасонад, онҳоро ба онҳо як дору менӯшонад ки онҳо ба қувват мегиранд ва онҳоро гирифта ба назди бародараш Мир Темир мебарад. саҳар хестанд, ба роҳ баромаданд. чӣ буд ҳаво абрнок буд, шамоли сахт мевазид. Ҳарчанд ки ҳошим мегуфт ки биё аз роҳ баргардем, аммо Юсуф қабул намекард ки мо баргардем. баръакс аввал Юсуф қабул накард ки моро тарсончак мегӯянд. Баъд аз ин ки Юсуф гуфт, боз ҳошим қабул накард. кадом дӯстонро аз бар кардед? достони қишлоқи Тиллоӣ аз Мирсаид Миршакар, Достак аз Ғаффор Мирзо. барои чӣ қишлоқи Тиллоӣ ном гирифт? барои он ки дар он вақт ҷанг буд, осуда набуд. онҳо орзу доштанд ки қишлоқашон, яъне деҳаашон орому осуда бошад, ҳама дар тинҷу амони зиндагӣ кунанд. оғози достони Суҳроба як 6 байт хон. 6 байт 12 мисра мешад. майлаш. кунун разми Суҳробу Рустам шунав, дигарҳо шунидасту ин ҳам шунав. яке достон аст пур аз оби чашм, диви нозук аз мардум ояд ба чашм. агар тунд боде барояд зи кунҷ, ба хок афканад норасида турунҷ. ситамкора хонемаш ар додгар, ҳунармандонемаш ар беҳунар. як ғазал хонед. чун тиғ ба дастори мардум натавон кушт, наздики худованд бадӣ нест фаромӯш. ин тиғ на аз баҳри ситамкорӣ карданд, ангур на аз баҳри набид аст ба чархушт. исо ба раҳе дид яке кушта фитода, ҳайрон шуду бигирифт ба дандон сари ангушт. гуфто ки киро куштӣ то кушта шудӣ зор, то боз ки ӯро бикушад он ки ӯро куш. ранҷа макун ба дар куфтани кас, то кас накунад ранҷа ба дар куфтанат муш. ғазал аз Саидои Насафӣ. мурғи бейболу паре дидам, дилам омад ба ёд. нолаи чуғзе шунидам, манзилам омад ба ёд. аз фиребу ваъдаҳои ӯ шудам розӣ ба марг. шаб ҳама шаб дасту теғи қотилам омад ба ёд. дар талоши баҳр чун гирдоб саргардон шудам. ҳасрати лабҳои хушки соҳилам омад ба ёд. сар назад аз киштзори умри ман ғайр аз сипанд. сӯхтам чун мазраи беҳосилам омад ба ёд. саидо дидам ба хок афтода барги лоларо. тиғи ноҳақ хӯрда саиди бисмилам омад ба ёд. ҳамин саидонею саидо. ташаккур.